سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما که در بنیاد خیریه قلبای مهربان عضو فعال هستین. خداوند خیرات و صدقاتشان برابرش قبول و منصور بگردانه. آمین. همین دو مالی است که ما انشالله ذبح میکنیم و برای فقرا که قبلا لیست شده انشالله توزیع میشه. دیگه بازم از برادران و خواهران کسانی که در این عرصه کمک مالی کردن، خداوند یک بار 1000 برشان بده. خداوند همیشه شاد و خرم داشته باشند. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. هست تا چای گلاس چای برو بیار. سلامت باشین دوستا. انشاءالله کمک ها و همکاریتان خواهان هستیم برای فقرا. ما کوشش کنیم که ما شما را شامل ثواب و کارهای خیر بسازیم. انشاءالله که خداوند شما را هدایت کنه، بیشتر ما را هدایت کنه، کلی دوستا را، کلی وطندارا را که فقرا را فراموش نکنن. خداوند شما را اجر بده، قربانیتان خداوند به دربار خود قبول کنه. بیا بگم برین بخیر. از طرف بنیاد از گوشتا توزیع کردیم، یک سیچل خانه را از شما هم در لیست گرفته بودم. برو بخیر بده. سلام علیکم دوستان عزیز. سلام علیکم. شما قسمی که میبینین گوشت قربانی بنیاد خیریه قلبای مهربان در حال توزیع است. سلام علیکم. بگید اختراق شما اینجا دو خانه هستین. این گوشت قربانی از طرف بنیاد قلباس برای شما دو پاکت گوشت برای شما دو خانواده آورده. ها بتدایشان تسلیم که بیا بچین. سلامت باشین. برو بخیر. از طرف بنیاد خیریه قلبای مهربان است بگو برای شما بیا برو.